دوستان عزیزی من بعضی نفرها میگن که شرکت اتمی در تاجیکستان کشوده نمیشه و این دروغه. انا نگاه کنیم در شرکت اتمی روی خط هسته که دولتایی که کشوده میشوند دولتایی که کشوده شده اند. ما در دولتای کشوده میشدگی در روی خط هستیم. این یک پاسپورتی ما را و یا اعتراف کردگیم روی پاسپورتی کارتچنیم پلاستیکوی ما را رجیستراسیا میکنن. این دو با دیگه چیش ما در طوره که باور کنه که این شرکت در تاجیکستان روی میشه به غرض ایو واخوری ما قطعی نماینده های کره. انا دوستای عزیز شرکت در افغانستان روی نمیشه و میسو برای چی؟ برای که در روی خط گلوبالی نه در روی خط بنفشگیری 10 ساله ها برای که در دولت ها تنجی و ارومی نیست در اونجا کشوده نمیشه و شرکت اتمی لیکن در تاجیکستان روزی کشوده میشه و شرکت که ما در روی خط هسته و روی پاسپورت ما رجیستراسیا کردیم یعنی ما رو به قید گرفتیم رقم